وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف ماه январ گفت که ایالات متحده آمریکا نباید از مذاکرات با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی موسوم به گروه 5+1 سوء استفاده کند. لاوروف گفته است که این ملاقات ها منفعت های روسیه را نادیده میگیرند. مسکو منطقه آسیای مرکزی را همچون منطقه مورد نفوذ خود ارزیابی میکند. به فکر شما تا کجا این اظهارات میتواند به محدود کردن همکاری های ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی سبب شود؟ هدف اصلی ما در آسیای مرکزی مساعدت به استقلالیت، تمامیت ارضی و همگرایی کشورهای منطقه می باشد. هدف ما این است که با هم دوست باشیم و در شکوفایی و ارتباط میان این کشورها کمک کنیم. به اعتقاد ما پیشرفت منطقه‌ای که در آن همه کشورها با هم در ارتباط خوب هستند به منفعت ما می باشد. شکوفایی کشورهای جهان باعث موفقیت‌های آنها می شود. ما از مشورت وزیر خارجه روسیه سپاسگزاریم، ولی ما خواهان روابط قوی با حکومت و مردم هر کشور جداگانه آسیای مرکزی هستیم. We are interested in having strong relationships with the governments and people of the individual states of Central Asia. On the wake of ISIS failure in Iraq and Syria. با ضعیف شدن موقع گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق، برخی کارشناسان مسائل امنیتی پیشگویی میکنند که جنگیان بعد این تلاش میکنند در خاک افغانستان برای خود پناهگاهی امن ایجاد کنند. شما خبر دارید که هزارها ساکن آسیای مرکزی شروع از سال 2014 به صف این گروه پیوسته. برخی منابع میگویند شماری از آنها توانستند از خاورمیانه به مناطق نزدیکتر به مرز تاجیکستان برسند. آیا واکنش نیروهای بین المللی به تلاش عبور مرز تاجیکستان کردن جنگیان چی خواهد بود؟ پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق را می داند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خورده به مثل صدها را دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفر از کشورهای آسیای مرکزی به میدانهای جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این را واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدانهای جنگ از عراق و سوریه، احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حمله در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت‌ها در مسئله مقابله با فعالیت‌های تروریستی همکاری نزدیک داریم. با نهادهای امنیتی، پلیس، مرزبان‌ها همکاری می‌کنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم. بعضی از این افراد به گفته مطبوعات داخلی و خارجی در نزدیکی مرز با تاجیکستان جمع شدند. در صورت تلاش این جنگجویان برای ورود به خاک تاجیکستان، واکنش نیروهای بین المللی چگونه خواهد بود؟ First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that پیش از همه در واقع ما ارزیابی‌هایمان درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تغییر می‌دهیم. به اندیشه ما خطر آن حالا نسبتاً خرد است. برای ما کاملاً واضح است که خطری از این برای افغانستان تهدید طالبان است. طالبان گروهی است که اکثر حمله‌ها را انجام می‌دهد. آنها هستند که به افغانهای دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسان داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت‌های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد میکنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته میخواهند با ما همکاری کنند. آنها میخواهند ما تلاش‌هایمان را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت‌ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه میدیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش خراسان کم شود. کاری که در سال گذشته کرده ایم.
من به شما یک واقعیت را میگویم که برای من غم انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ به ضد طالبان کشته شدند بیشتر است. و این نشان می‌دهد که ما خطر را جدی می‌گیریم. چیز دیگری که می‌خواستم بگویم، برخی کشورها مثلا روسیه آشکارا تنقید می‌کند و ادعا می‌کند که گویا ما از وجود گروه دولت اسلامی پشتیبانی می‌کنیم. گویا ما با آنها همکاری می‌کنیم و گویا انگیزه‌های پنهانی داریم که ما را به جانبداری از این گروه وادار می‌کند. این یک اشتباه است. کسی نباید چنین فکر کند. تمام عملهای انجام داده ما برای مبارزه با داعش دلیل این گفته هاست. این گپ ها حقیقت ندارد. ما عهدهدار شده ایم که با این گروه مبارزه بریم. وقتی روسیه چنین میگوید، این حرفها وحدت بین المللی را در امر مقابله با گروه های تروریستی مثل داعش به هم میزند. That is required to properly counter terrorist groups like ISIS-K. So about the Gulmurod Halimov, do you know about him and about the 3 million? ایالات متحده آمریکا 2 سال پیش برای اطلاع درباره بود و باش گلمرود حلیموف، یک سرهنگ سابق تاجیک، $3 میلیون پاداش وعده کرد. حالا درباره بود و باش و سرنوشت او چی اطلاعی در دست دارید؟ روسیه یاد داشته باشید ادعا کرد که او در یک عملیات بمباران در سوریه کشته شد، ولی آمریکا هیچگاه این اطلاع را تصدیق نکرده است. in a Russian-Syrian operation, but USA never confirmed about it. Right. The Russians say روس‌ها بسیار چیز میگویند. ما حالا در موقع نیستیم که این خبر را تصدیق کنیم. US is the key partner of ایالات متحده آمریکا شریک کلیدی آسیای مرکزی در مقابله با تروریسم در افغانستان است. در سالهای اخیر مسائل مثل حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی دین و دیگر آزادی‌های بنیادی در کشورهای منطقه محدود شدند. تا کجا شما این مسائل را با مقامات بلندپایه منطقوی بررسی می‌کنید؟ Right. I mean, we very much see the development of human rights as part of رعایت حقوق بشر یک بخش مهمی بنیاد محیط امن و باثبات است. به اعتقاد ما میان مسائل امنیت و حقوق بشر هیچ اختلاف وجود ندارد. یکی را بدون دیگری تصور کردن مشکل است. بد شدن وضع حقوق بشر به طور مستقیم بر رکود وضع امنیتی سبب می شود. این چیز را ما در تمام جهان مشاهده کرده ایم. به شبهه ما در ملاقات با حکومت‌های آسیای مرکزی تمام مسائل مورد منفیت خود را مطرح می کنیم. منفیت ما در تمام جهان از جمله آسیای مرکزی رعایت حقوق بشر را هم در بر می گیرد. سوالی که خیلی زیاد از جانب خوانندگان وبسایت رادیو آزادی صدا می‌دهد. چرا دریافت روادید ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان دشوار شده است؟ موضوع را اگر از نگاه عمومی بررسی کنیم دشوار می شود. باید به مقررات نگاه کرد. سبب این که ما با هر یک عریضه دهنده جداگانه صحبت می کنیم این است که باید درباره شخصیت او و هم اندیشه های او آگاه شویم. موافق قانون‌های ما هر عریضه دهنده برای گرفتن ویزای آمریکا باید به طور روشن نمایش دهد که در این سفر چی میکند و هم باید شهادت آن را پیشکش کند که به تاجیکستان برمیگردد. ما تمام پهلوهای سفر و بازگشت او را بررسی میکنیم. وقتی صحبت با عریضه دهنده تلاش میکنیم که تمام مسئله ها را با نظرداشت معلومات پیشنهاد کرده او و ارزیابی عمومی واقعیت بررسی کنیم. شما میدانید که آنها میگویند به شبهه من بر میگردم، ولی آنها بر نمیگردند. گاهی چنین میشود.